نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمت و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگری از تماس مستقیم و برنامه شما عزیزان و عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک عزیزانی که از طریق صفحه ندای حق با ما همراه هستند. دوستان عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معذرت خواهی میکنم به خاطر تأخیری که در برنامه ایجاد شد و مشکل فنی بود و الحمدلله دوستان حل کردن
و از همین لحظه شماره تماس برنامه رو زیرنویس خواهند کرد و خدمت شما عزیزان خواهیم بود از طریق تماس‌های واتساپ و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق بده در این لحظاتی که با شما عزیزان هستیم برنامه مفیدی رو تقدیم حضورتون بکنیم و ان شاء الله به یک سری از موضوعات مهم خواهیم پرداخت و همچنین سوالات شما عزیزان رو پاسخ خواهیم داد و سوالاتی که عزیزان از طریق واتساپ برنامه فرستادن به اون هم انشاءالله خواهیم پرداخت و منتظر هستیم که انشاءالله شماره تماس برنامه رو عزیزان زیرنویس بکنن و بعد از اون انشاءالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. میریم سراغ موضوعات برنامه امروز. یکی از رویدادهای مهمی که در این هفته رخ داد بعد از چند ماه جنگ، آمریکا با ایران آتش بس کردن و یک تفاهمنامه آتش بس و صلح رو با هم امضا کردن. قبل از همه چیز باید بگم که جنگ طبیعتاً در هیچ جای دنیا آثار مثبت نخواهد داشت. طبیعتاً مردم بی‌دفاع، ملت‌های بی‌دفاع همیشه قربانی سیاست‌ها و اهداف شوم و برنامه‌های غلط حکومتداران هستند و بزرگترین ضرر و خسارت رو هم ملت‌های بیچاره می‌بینند. گاهی اوقات بازی‌های سیاسی، دست‌های پشت پرده، اهداف شخصی، غرور، تکبرهای بیجای سبب میشه که بیشترین رنج و مصیبت‌ها رو ملت‌ها بکشن. به طور مثال 8 سال جنگ ایران و عراق به خاطر خودخواهی دو شخص، صدام و خمینی، 8 سال دوام پیدا کرد. میلیون‌ها انسان کشته و زخمی و دربدر شدن. در آخرش هم یک طرف اومد پیشنهاد صلح کرد و اون یک طرف دیگر هم اومد جام زهر رو کوفت و زهرمار خودش کرد و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. صلح کردن و خلاصه آتش بس کردن و بعد از اونم روابطشون خوب شد و چند سال بعد سفارتخانه‌های هم دیگر هم باز کردن اما اون ملت بیچاره‌ای که در ایران و در عراق فرزندانشون رو از دست دادن، هزاران، ده ها هزار کشته و زخمی و معلول و یتیم و بیوه و شهرهای خراب شده و اقتصاد فروپاشیده و اینها رو زجر و زحمت و مصیبتش رو کیا کشیدن؟ ملت ایران و ملت عراق. دوستان عزیز، طبیعتاً انسان خوشحال میشه، هر انسانی، از اینکه جنگی در نقطه‌ای به پایان برسه و ملت‌ها نفس آرام بکشن، چه ملت ایران و چه کشورهایی که در حومه ایران بودن و اونها هم در آتش این جنگ سوختن. طبیعتاً کار خوبی بود که به یک آتش بس اینا رسیدن و مسوده تفاهمنامه رو خود طبیعتاً شما عزیزان در سایت‌های مختلف خبری مانند BBC و صدای آمریکا و پایگاه خبری ایران و غیره دیدید. دیگه نیاز نیست که من در مورد تک تک بنود این تفاهمنامه صحبت بکنم. اگر به یاد داشته باشید از اون جنگ پارسال، جنگ 12 روزه به اصطلاح، و در این جنگی که اخیراً رخ داد، موقف ما همیشه واضح و آشکار بود که ما نه طرف ایران هستیم نه طرف اسرائیل و آمریکا، بلکه موقف ما موقف حق‌گرایانه است، موقف اسلامی است، موقف شرعی است، موقفی که هر مسلمان در این گونه جنگ ها و فتنه ها باید داشته باشد. از روز اول، شاید از اولین برنامه‌ای که قبل از 20 سال کمتر بیشتر من از طریق سایت ها و از طریق رادیو و از طریق تلویزیون ها داشتم، همیشه موقف ما این بوده که هیچ وقت اسرائیل و آمریکا نمیخواهند که این رژیم رو در منطقه از دست بدن، چون بزرگترین خدمت رو
به اسرائیل و به آمریکا و به دشمنان اسلام این رژیم آخوندیزم در ایران انجام میده. و بارها گفتیم که هرگاه اگر این رژیم در کنار اهل سنت و در کنار مسلمانان مستضعف قرار بگیرند و با آنها بر علیه دشمنان اسلام بجنگند و جهاد بکنن و از آنها دفاع بکنن، در اون روز من این برنامه و میدیا و اصلا میرم شیعه میشم. خب بعضی از دوستان اصلا مفهوم حرفای من رو نفهمیدن، متوجه نشدن و همچنین دیدیم که در این جنگ اخیر، در این چند ماه گذشته، چه تعداد از دعوتگران، چه تعداد از علما از اهل سنت لغزیدند و گویا این که جنگ امت اسلامی با کفر جهانی است و در مورد این که ایران و کسانی که در این جنگ درگیر بودند اینها نه جزء امت اسلامی هستند و نه اینها مدافع امت اسلام هستند و نه اینها از اسلام بوی بردن. یک عده راهزن رافضی دشمن قرآن، دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم، دشمن اهل بیت، دشمن صحابه هستند که به خاطر بقای خودشون و به خاطر منافع خودشون حاضر هستند که هر بلایی رو سر اسلام و مسلمان ها بیارند. اما عده‌ای اومدن گفتن نه خیر، اینا ببینید که اینها شعار دفاع از فلسطین و مردم فلسطین رو میدن. من زیاد نمیگم، در این تفاهمنامه همینایی که گلو پاره میکردن برای ایران، برای آخوندها، در این تفاهمنامه‌ای که امضا شد یک بندی رو نشون بدن که در مورد غزه، در مورد فلسطین صحبت شده باشه. ابداً. و من بارها گفتم که اینها به خاطر رافضی های خودشون حاضرن هر کاری رو انجام بدن، اما برای اسلام و مسلمانان هرگز. مادامی که اینها آنطوری که ادعا میکنن با قدرت ایستادند و در مقابل آمریکا و اسرائیل، چرا یکی از بندهای این تفاهمنامه رو عدم حمله به فلسطین، به غزه و عدم کشتار ملت مظلوم فلسطین قرار ندادن؟ چرا باید لبنان، به خاطر لبنان این همه ملت ایران کشته شدن، این همه خرابی، این همه بربادی رخ داد و یکی از شروط اساسی این تفاهمنامه و این قراردادی که امضا کردن آتش بس در لبنان بود، توقف حمله بر علیه لبنان بود؟ چرا فلسطین ذکر نشد؟ چرا برای فلسطین کاری نکردن؟ در حالی که اینها در طول این 40-45 سال داد میزدن که بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت، فلسطین و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا. و چرا امروز لال شدن؟ چرا در مورد فلسطین هیچ مسئله رو مطرح نکردن؟ چون که هدف اینا آزادی فلسطین، آزادی بیت المقدس نیست. در آخر اهل فلسطین، مردم فلسطین اهل سنت هستند، مسلمان هستند و اینها برای دفاع مسلمانان هیچ کاری نخواهند کرد. برای بقای خودشون، برای همفکران خودشون حاضرن که همه دنیا رو قربان بکنن. و حفظ این نظامی که درست کردن و این حکومتی که ساختن برایشون از همه چیز مهمتر است، حتی از تشیع هم مهمتر است. خیلی از عزیزان شیعه فریب اینها رو خوردن، فکر میکنن که واقعا اینا طرفدار شیعه هستن. دیدیم که مثلا در جریان جنگ بین آذربایجان و ارمنستان همین حکومت جانب ارمنستان مسیحی طرفدار روسیه رو گرفت و بر علیه شیعیان اثناعشری آذربایجان اینا جنگیدن. پس هدف اینا حتی تشیع هم نیست، حتی دفاع از تشیع هم نیست. مثلا یک کلیپ جالبی هست دوستان عزیز، من این رو خدمت شما عزیزان در این برنامه نشون بدم که از بنیانگذار این نظام هست که حرف جالبی میزنه در اونجا که حتی سر و صدای بعضی از آخوندهای خودشون هم بلند شده بود. ببینید که چی میگه. دوستان اگر این کلیپ رو نشون بدن. تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف ها است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. عقیده و ببینید
الان کلیپ رو کامل میگذارم، ببینید که این حتی یکی از آیت الله های خودشون هدایتی صاحب شبکه سلام، این هم سر صداش در اومده. یک باور و ایدئولوژی نزدیک نیم قرن بر ایران حکومت کرده. میشنوید؟ و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. عقیده و باور بنیانگذار این رژیم رو شنیدید. از اهم تکالیف الهی است، یعنی تکلیف الهی رو هم فقط ایشون تشخیص میده. روی سخن من به باورمندان و جامعه مؤمنانه است. هر شیعه بر خودش لازم و واجب میدونه از جان امام زمان دفاع کنه تا پای جان. کسی غیر از این عقیده داشته باشه نمیتونه ادعا کنه که من شیعه. خلاصه ایدئولوژی حاکم بر رژیم ایران این است که بنیانگذار او یک ولایت مطلقه جعلی ساختگی و دروغین درست کرده و اختیار نامحدود خدا رو برای خودش تعریف کرده. این اختیار رو برای خودش قرار میده که اون امام منصوب از طرف خدا باید جانش رو برای جمهوری اسلامی فدا کند اگر نیاز شد. کسانی که ادعا دارید شیعه هستید، آیا اینجا در یک تناقض و در یک پارادوکس آشکار و از یک سو مضحک قرار نمیگیرید؟ عقیده دارید که باید تا پای جان از امام زمانتون دفاع کنید، از یک سو همون امام زمان رو فدای رژیم و حکومتی کنید که یک نفر مانند روح الله خمینی اون رو ساخته. چه نتیجه میگیریم؟ فرقه ضاله حاکم بر ایران شیعه نیستند. شیعیان چند گروهن؟ شیعه 4 امامی داریم، 6 امامی داریم، 7 امامی داریم، شیعه 12 امامی هم داریم. در هیچ کدام از این گروه و کتگوری شیعیانی که تعریف شده و معروفن امروز اینا قرار ندارن. اینا شیعیان 2 امامی هستن. امام اولشون روح الله خمینی است و امام دومشون علی خامنه ای. البته یه امام سومی هم نمیدونیم الان هست نیست، شبه زنده است مرده است و عده‌ای متاسفانه با یک شبه، با یک عکس، با یک مقوا بیعت کردن. چقدر اینها دیگه بدبختند. حتی از عبدالله ابن عمر که با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد، اینا بدبخت‌تر. خوشبختانه اینا اسامیشون ثبت شده و خودشون رسما اعلام کردن که با مجتبی خامنه ای بیعت کردن. شاید حدود 100 نفر باشن از علما و خطبا و چهره‌های حوزوی به اصطلاح که ادعای تشیع دارن. چند وقت دیگه میگن بر اثر جراحات وارده به پدر شهیدش پیوست. پس این فرقه ضاله حاکم بر ایران شیعیان 2 امامی هستند یا 2 امام و نصفی. ببینید دوستان عزیز، حتی سر و صدای خودشون هم در آمده. حتی خودشون هم به این نتیجه رسیدن که اینها حاضرن که حتی امام. ببینید دوستان عزیز، امامت اصل این فکر هست، اصل این ایدئولوژی هست، اصل این دین امامت هست. یکی از این اماما رو شما انکار بکنید و ولایت مطلقه‌ای که بر همه ذرات کون این ولایتش حاکم است رو انکار بکنید، شما کافرید. این عقیده این هست. بعدش ببینید که بنیانگذار این نظام میگه که حفظ این نظام از جان یک نفر که امام زمانم باشه مهمتر است. یعنی چی؟ یعنی حتی همه شیعیان جهان را هم ما حاضریم فدای این نظام بکنیم. فلسطین، لبنان، یمن، کل کره زمین، همه مکه، مدینه، همه امت اسلامی رو حاضرن که فدای این نظامشون بکنن. من دوست دارم همینایی که برای مرگ خامنه ای اشک میریختند و پیام تسلیت میفرستادن، همینایی که صبح تا شام میگفتن که بله اینها جهادند و مبارزند و امت اسلامی است و وحدت است و فلان است و این است، امیدوارم که در این مورد هم صحبت بکنن، مثل همیشه خفه خون نگیرن که چرا در این توافقنامه، در این تفاهم نامه‌ای که امضا کردن با آمریکا ذکری از فلسطین نمیشه، ذکر از غزه نمیشه. مگر ملت فلسطین ارزش این رو نداشتن که
اینایی که این همه ادعا میکنن که طرفدار فلسطین و طرفدار بیت المقدس هستن، در این توافقنامه‌ای که مادامی که شما در مسند قدرت بودید و با زور صحبت میکردید، می اومدید و در این مورد هم یک اظهاری نظری می کردید که آیا شما واقعا در آنچه که ادعا کردید راستگو هستید یا نه. به هر صورت دوستان عزیز، من این مطلب رو خدمت شما عزیزان بیان کردم که اینها هیچ وقت به خاطر فلسطین، به خاطر بیت المقدس هیچ کاری نخواهند کرد و هیچ اهمیتی هم براشون نداره فلسطین و بیت المقدس. اما دوستان عزیز، بعضی از عزیزان ما یا خوابن یا اصلا نمیخوان که از این خوابشون بیدار بشن. بر صورت همونطوری که دوستان ملاحظه میکنن شماره تماس برنامه رو زیرنویس کردن و من عذرخواهی میکنم عزیزانی که در این لحظاتی که من داشتم صحبت میکردم تماس گرفتن و نتونستیم به تلفنشون پاسخ بدیم. الان تماس شما عزیزان رو خواهیم گرفت. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین؟ شما خوبه؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر خیلی زیاد استاد. من یک چند پرسش داشتم در این رابطه که شما صحبت میکنین. بله بفرمایید. البته سوال ما از خود شما هست. بفرمایید. من خیلی وقت میشه ویدیوهای شما رو تعقیب میکنم و در این ویدیو خصوصا بعد از جنگی که بین ایران و اسرائیل و امریکا صورت گرفته، شما خیلی زیاد تحت تاز به ایران میکنین، چون من یکی از کسایی هستم که شما خیلی وقت برای ما الگو بودین. بله. اما این سوال ها در ذهن من خطور کرد، گرچه خیلی از سوالات حل شد، اما بعضی سوالاتی که بود من با خود یادداشت کردم، خواستم از خود شما پرسان بکنم و بفرمایید. شاید دوستای دیگه همچون سوالا را داشته باشن. بفرمایید. سوال من این است که شما خیلی زیاد یعنی به ایران تحت تاز میگیرین و میگین که ایران بد است و به طور مثلا اینا دست با ایران و اسرائیل یک جا کردن و هم اسرائیل و امریکا هیچ نمیخواد ایران از بین ببره و ایران خودش دشمن سرسخت مسلمان ها است یا کشورهای اسلامی. اما سوال من این است، آیا همین حرف شما فکر با گمانی که درست است؟ اینها هیچ وقت نمیخوان امریکا را از بین ایران از بین ببرن. اما پاسخ شما به این سوال چی هست که چطور یعنی اسرائیل قبول میکنه قدر میلیاردها دلار ضرر بکنه، هزاران سربازشان از بین برن بمیرن و همچنان امریکا تمام پایگاه های خود در منطقه از دست بده به قیمتی که فقط دوست ماست ایران؟ من فکر میکنم این خود شاید منطقی نباشه که من یک شخص را دوست خود بگیرم و او مرا بزنه و بازم من ادعای از بکنم که این دوست من هست و یا هم یک کس دیگه قضاوت بکنه که ما دو نفر با هم جنگ داریم تا حد مرگ هم دیگر از بین ببریم میکشیم، باز هم یک نفر بیا قضاوت بکنه بگه اینا دوست هم دیگر هستن. فکر میکنم از عقل دور نیست به نظر خود شما. یک سوال دوم، اگر که برادر عزیز اگر یک سوال بریم جلو اینطوری بهتر خواهد بود. مصرفی که نداره دیگه، واتساپ تماس گرفتید شما. درست است. تشکر. درست است. من منتظر. سوال اول، الان آمریکا با تمام قوت به ایران حمله کرد، اینطوری وانمود کردن، یعنی اکثر مردم کافر و مسلمان به این اعتقاد بودن که ظرف چند روز کلا این حکومت رو از بین میبرند و نیست و نابود میکنن. اما همچین اتفاقی نیفتاد. ایران امروز هنوز هم با همون سپاه پاسدارانش، با همون موشکهاش، با همون قدرتی که در منطقه داشت هنوز پابرجاست و تهدیدی برای کشورهای منطقه و برای همه جهان. آیا آمریکا با همه این قدرتی که داشت، مثلا در افغانستان شما دیدید در ظرف چند روز
یعنی امارت اسلامی اول طالبان را در ظرف چند روز آمدن سرنگون کردن، همه افغانستان رو اشغال کردن، از هوا و زمین نیرو پیاده کردن، حتی رهبرانشان رو در هر گوشه دنیا که بودن کشتن، کوچکترین فرمانده و قماندانی رو از طالبان زنده نگذاشتن، همه را قتل عام کردن، تعدادی رو به اسارت گرفته بودن، اونا رو هم در کانتینرها انداختن کشتن. آیا همین کار رو نمیتونست با ایران بکنه؟ ببخشید استاد محترم، اجازه است من پاسخ همین سوال شما رو بدم؟ همین تو با هم دیگه گفتگو کنیم بهتر است، یعنی تا اینکه دوستان بفرمایید. ببین استاد محترم، همین مقایسه کردن ایران و قدرت نظامی فعلی ایران با دوره طالبای گذشته، من امیدوار هستم به احترامی نشه. دور از منطق و دور از انصاف. خلاص دور از منطق، دور از انصاف. قدرت عراق یک کشوری بود که بیش از 1 میلیون سرباز داشت، بهترین و بزرگترین نیروی هوایی منطقه را داشت، بهترین موشک‌های پیشرفته منطقه را داشت. اما آمریکا رژیم صدام رو در ظرف 1 ماه ساقط کرد و همه اردو و ارتش و موشک و همه چیز عراق را از بین برد. چرا این کار رو با ایران نکرد؟ اینم به نظر شما یک مقایسه غیر منطقی است؟ بله استاد، ببینید، به خاطری که در عراق همچنان مردم در پشت صدام نبودن، مردم در پشت صدام نبودن، اما اینجا ببینید رهبرایشان زدن تکه تکه کردن، حتی همون دسته اولش از بین برد، دسته دومش از بین بردن، شاید حتی دسته سوم رهبرای ایران هم از بین بردن. شما اگر برنامه من را دیده باشید، نظامی که در داخل ایران، گروهایی که در داخل ایران وجود دارند، انجمن حجتیه هست، گروه های دیگری هست، سپاه پاسداران هست، یک گروه اصلاح طلب هست و نمیدونم فلان هست. کسانی که کشته شدن عموما از انجمن حجتیه بودن، کسایی که دور و بر باند خامنه‌ای بودن. چرا قالیباف کشته نشد مثلا؟ چرا قالیباف رو نکشتن مثلا؟ چرا احمدی نژاد رو نکشتن؟ خب اگر قالیباف هم میکشتن یا احمدی نژاد هم میگوردن، شاید شما سوال خلق نشه. نه، ما داریم از شاید صحبت نمی کنیم برادر گرامی. الان من از شما یک سوال میپرسم. بله. حکومت آمریکا بر اساس اقتصاد است دوام حکومت آمریکا، اصلا وجود حکومت آمریکا بر اساس اقتصاد و مال است یا بر اساس یک ایدئولوژی است؟ بر اساس اقتصاد است. آفرین، بر اساس اقتصاد است. الان شما برادر عزیز فقط این را تصور بکنید که در منطقه‌ای که خلیج هست، درست؟ حکومت ایران رو ساقط بکنه آمریکا. همین حکومت چه توسط مردم ساقط شود یا چه توسط آمریکا ساقط شود، آیا بزرگترین ضربه به اقتصاد آمریکا هست یا نیست؟ نه نیست. بخاطر چی باشه؟ به خاطر این باشه که امروز کشورهای خلیج، عربستان، کویت، قطر، بحرین، امارات، همه این کشورها سالانه میلیاردها دلار سلاح از آمریکا میخرن. به خاطر چی؟ به خاطر که یک لولو خورخوره‌ای به اسم ایران در آنجا وجود دارد و اینها باید از خودشان در مقابل ایران دفاع کنند. این همه پاتریوت، این همه موشک، این همه F-15 و F-16 و F-35 و این همه سلاحایی که الان حکومت ایران ساقط شد، یک حکومت دموکراسی، یک حکومت مردمی، یک حکومت آرام که اصلا با کسی دشمنی نداشته باشه. چون امروز این حکومت با همه دنیا دشمن است. شما در کل دنیا، یک لحظه صحبت من تمام بشه برادر عزیز. الان آیا آمریکا احمق است که بیاد این حکومت را ساقط بکند که دیگر کشورهای خلیج و کشورهای همسایه ایران نیاز نداشته باشند که از آمریکا سلاح بخرن؟ نه خیر، احمق نیست. پس به همین خاطر نمیخواهد، پس به همین دلیل نمیخواهد که این حکومت را سرنگون بکند. پس استاد ببخشید، پس اینقدر نوع هواپیمابر، پس اینقدر سرمایه گذاری خودشان، خود ترامپ، خود معاونشان، اینها همگیشان میگن که نصف، بیشتر از 80% از دارایی یا هم اسلحه هایی که اسرائیل استفاده میکنه یا استفاده کرد بالای ایران از طرف ما داده شده بود. همین امروز ما در ویدیو شنیدیم که معاون ترامپ میگه که از طرف ما داده شده و بالای ایران استفاده شد. تنها اینجا ایران، امریکا تنها، من فکر میکنم درست است پول خیلی زیادی از عربا به دست میارن، از کشورهای عربی به دست میارن، اما این به این معنی نیست که اونها چرا من سوال شما میگم،
چرا افغانستان استاد محترم اونا از بین بردن؟ چرا عراق از بین بردن؟ چرا لیبی از بین بردن؟ چون که اهل سنت بودن، چون که خطر بود برایشان، یک خطر ایدئولوژیک بود برایشان. ایران برای آمریکا، برای اسرائیل یک خطر ایدئولوژیک نیست. بر اساس کدام منطق و استاد نیست؟ بر اساس منطق حق. امروز ببینید، یک لحظه، امروز در عراق شما ببینید عراق اشغال شد. در مقابل آمریکایی‌ها کی جهاد کرد؟ خود عراقی ها خیستن، خود عراقی شیعه یا سنی؟ شیعه یا سنی؟ هم شیعه هم سنی. برادر دیگه اینو دیگه نمیشه آفتاب رو با دو انگشت پنهان کرد. اهل سنت بودن که قیام کردن. برادر گرامی، حتی دونالد رامسفلد در کتاب خاطرات خودش میگه که ما 200 میلیون دلار دادیم به آیت الله سیستانی، فتوای عدم جهاد بر علیه آمریکا رو صادر کرد. یعنی دیگه این شاهدون من اهلها شد دیگه. یعنی دونالد رامسفلد که دروغ نمیگه، خودش خاطراتش رو نوشته کرده. برادر عزیز، یک نفر شیعه، یک قماندان، یک حزب شیعه رو نشان بدید که بر علیه آمریکا دو روز جنگیده باشه. من اینجا یک سوال فقهی هم دارم استاد. چون نه، ما همین موضوع رو اول تمام بکنیم. اولین موضوع رو تمام بکنیم. شما در عراق برادر عزیز، در عراق یک نفر از علما، یک نفر از فرماندهان از احزاب شیعه رو به من اسمش رو بگید که بر علیه آمریکا یک روز 1 ساعت جهاد کرده باشه. یعنی شما به این باور است که در عراق هیچ بر این باور نیستم، این یک واقعیت هست برادر عزیز. الان مثلا موصل اهل سنت بودن که جهاد کردن، فلوجه اهل سنت بودن جهاد کردن، شهرهای که شیعه نشین است مانند نجف و کربلا، اینا یک روز با آمریکایی‌ها نجنگیدن. شهرهای اهل سنت با خاک یکسان شد. هزاران مسجد اهل سنت خراب شد. هزاران، ده‌ها هزار، صدها هزار اهل سنت شهید شدن، زندان رفتن. در عراق کدام شیعه بلند شد سلاح گرفت بر علیه آمریکا جنگید؟ یکیشو بگید اسمش شما. یعنی شما یک انسان فهمیده و عاقل، یک عالم شیعی که بر علیه آمریکا جهاد کرده اسمشو به من بگید. مگر حکومت شیعه تشکیل نداد با آمریکا دستشون یک نکردن، اهل سنت رو قتل عام نکردن؟ خب استاد، حرف شما درست است. من نام مشخصی از عالم نمیفهم یا حزب نمیفهم که در عراق وجود داشته باشه، شیعه باشه و دقیق بگیم. نبود برادر عزیز. عراق ول کنید. عراق نبود، اصلا نبود. شما که برید بگردید، امروز که آیت الله گوگل است و حجت الاسلام چت جی پی تی است، شما فقط بنویسید به شما همه رو توضیح میده. منتها یک سوال دیگه، در همین افغانستان شما افغانی هستید، 20 سال برای آمریکا یک نفر شیعه رو به من نشان بدید که سلاح گرفته باشه بر علیه نیروهای آمریکایی جهاد کرده باشه. میشه استاد من؟ بله، من سوال پرسیدم از شما. در افغانستان در طول 20 سال اشغال یک نفر شیعه بر علیه آمریکا 1 ساعت، نیم ساعت، 1 دقیقه جهاد کرده؟ در افغانستان چی شیعه بود چی غیر شیعه بودن، همگیشان کسی به نفع آمریکا بود، کسی غلام آمریکا بود، کسی برای علیهش استفاده میشد. دوست عزیز، من از شما سوال پرسیدم، سوال من رو جواب بدید. آیا در 20 سال اشغال افغانستان یک نفر شیعه، چه آیت الله، حجت الاسلام یا از عوام شیعه، بر علیه آمریکا 1 ساعت جهاد کرده؟ چرا نکردن؟ مگه ایرانی ها نامدن طالبان حمایت نمیکردن؟ دوست عزیز، والله خنده داره. همین شیعیان افغانستان برادر عزیز، همین شیعیان افغانستان در طول 20 سال در کنار آمریکا، در پارلمان، در حکومت، در ارتش، در اردوی ملی، در استخبارات، در پلیس، در امنیت بودن. یکیشان یک روز برای آمریکا جهاد نکردن؟ مگر همین تاجیکا نبودن؟ مگر همین تاجیکا نفروختن افغانستان؟ مگر همین تاجیکا با خون همین سونیا با خون شما معامله نکردن؟ سوال من برادر عزیز، موضوع ما آمریکاست. اگر بخواید وارد اون موضوع هم با شما میشم، هیچ مشکلی هم ندارم و من تاریخ افغانستان رو 40 سال اخیرش رو یقین دارم که بهتر از شما میدانم. منتها جواب سوال من رو بدید. آیا شیعیان در افغانستان بر علیه آمریکا جهاد کردن یا نکردن؟ بله کردن، مردم عام کردن. کدام مردم عام؟ در کجا؟ در بامیان یک روز بالای یک آمریکایی حمله شده؟ در جاغوری یک روز بالای یک آمریکایی حمله شده؟
مکانش مهم نیست یک نفر قماندان، یک نفر شیعه‌ای که یک حزب شیعه، یک شخص شیعه‌ای که برای علیه آمریکا در 20 سال در افغانستان جهاد کرده باشه، اگر جواب نمیدید برادر بگید جواب نمیدم، مشکل نیست، بریم روی موضوع بعدی. نه من جواب میدم. خب کی است؟ یک نفرشو بگید به من. یک نفرشو بگید به من. اهل سنت در طول 20 سال، اهل سنت هلمند تباه شد، بادغیس تباه شد، قندهار بمباران شد. اهل سنت در طول 20 سال صدها هزار، دهها هزار کشته دادن در افغانستان. شیعیان در ناز و نعمت در سایه آمریکا زندگی کردن. بریم سر کشور دیگر. در سومال شیعیان با آمریکا جنگیدن یا اهل سنت جنگیدن؟ ما در مورد سومالیا، موضوع شما کشور سومالیا است که درست؟ بله. سومال. بله. ما در مورد کشور ما معلومات ندارم. خب برید معلومات بگیرید برادر عزیز. وقتی که آمریکایی‌ها سومال را اشغال کردن، اهل سنت بودن که جهاد کردن، آمریکایی‌ها رو بیرون کردن. در سوریه، همین سوریه‌ای که امروز دیگه سوریه رو خود دیگه شما باید یاد داشته باشید. شاید در وقت سومال شما کوچیک بودید یادتان نمیاد، اما در سوریه مگر شیعیان با کمک آمریکا و روسیه اهل سنت رو قتل عام نکردن؟ استاد محترم، ما با شما موافق هستم در خیلی موضوعاتی که شما بحث میکنین، بیان میکنین. من همیشه ویدیوهای شما رو تاکید میکنم، اما چند موضوع است که ما یک دو سوال دیگه است که بالای از این اگر خب یک جنبندی در مورد سوال اول شما بکنیم که دوست عزیز ببینید، مشکل آمریکا با اهل سنت مشکل ایدئولوژیکی است. اهل سنت را یک خطر جدی برای خودشان تصور میکنن و حتی در کنگرس آمریکا رهبر دموکرات ها وقتی که در حدود تقریبا 10 سال قبل بود، وقتی که صحبت میکرد، میدونی چی گفت؟ گفت که شیعه برای ما خطر نیست، ما شیعه رو مرجع تقلیدش رو میخریم، مانند سیستانی رو که در عراق خریدیم، همه شیعیان برای ما رام میشن. مشکل ما با اهل سنت است که مرجع ندارن، هر سنی برای خودش مرجع است. امروز برادر عزیز، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در سومال، در هر جایی که شما تصورش رو بکنید، از 100 سال به این طرف اهل سنت بودن که در مقابل انگلیس، در مقابل آمریکا، در مقابل روسیه، در مقابل استعمار جنگیدن و جهاد کردن. شما همین 1 سال نه، 2 سال نه، 3 ماه نه، از 1250 سال به این طرف یک نمونه از جهاد شیعیان بر علیه کفار رو به من نشان بدهید. همین در شرایط ما گذشته ها را، تاریخ های گذشته را ما عمومی خواندیم که مثلا از امپراتور عثمانی گرفته به این طرف و قبل از او به طور مثلا بوده. وقدر این موضوعات شیعه و سنی دامن زده نبوده. یعنی چطور نبوده برادر عزیز؟ عثمانی ها بزرگترین ضربه را از دولت صفویه خوردن. شما ببینید الان مثلا برادر عزیز، شما به عنوان یک مسلمانی که در این منطقه زندگی میکنید، از تاریختان خبر ندارید. صدراعظم دانمارک، صدراعظم بلژیک، در پارلمان بلژیک میاد چی میگه؟ میگه اگر شیعیان صفوی نبودن، امروز ما در بلژیک قرآن میخواندیم. چرا؟ چون هر موقعی که عثمانی‌ها به طرف اروپای غربی پیشروی میکردن، صفوی‌ها با هماهنگی با صلیبی‌ها از پشت سر به عثمانی‌ها حمله میکردن. در طول تاریخ این خیانتشان بوده. مثلا شما در تاریخ خواندید در طول تاریخ مسلمان‌ها بین هم دیگر زدن، چی شیعه بوده چی سنی بودن، بین هم دیگر زدن. ما از درون خراب شدیم. مثلا کی یک جا نشون بدید که مثلا مسلمان‌ها در بین خودشون زدن. شما تاریخ اسلام خواندید؟ بله خواندیم. مثلا امپراتور عثمانی دلیلش تنها شیعه نبودن که ما میگیم تنها شیعه اینا را امپراتور عثمانی از بین برد. خودشان در بین خود عرب آمد سر جمع سر ترک حمله کرد، ترک آمد سر ایرانی آمد. نه شما این معلومات را از کجا گرفتید برادر عزیز؟ این اطلاعات را از کجا خواندید؟ کدام کتاب را خواندید؟ مثلا کدام کتاب گفته که مثلا عرب آمد ترک زد، ترک آمد عرب رو زد؟ کجا گفته این؟ یک کتاب را شما منبع میدم، تمدن در جنگل، نوشته نام نوشته شما فراموش شده. تمدن در جنگل از الف تا یا تمام این واقعات. یعنی الان من مثلا بیام تاریخ کشور شما، تاریخ افغانستان رو که یک نفر ایرانی نوشته اون رو مطالعه بکنم، بگم این تاریخ افغانستان است؟ شما برای من یک مصدر موثق تاریخی
برادر عزیز، یک مصدر موثق تاریخی، من برای شما بگم، گوش کنید. از زمان سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که جنگ‌های داخلی بین مسلمان‌ها شروع شد، مسبب اصلیش کیا بودن؟ روافض بودن. در جنگ صفین همان کسانی که امام حسین رو در کربلا چند سال بعد به شهادت رساندن، همان کسانی بودن که در کنار سیدنا علی جنگ صفین و جنگ جمل رو به راه انداختن. متوجه هستید؟ بعد از اون میایم سر جنگ‌های امویه و اینا رو بگذاریم کنار. دوران امویه یک دوران به اصطلاح استقرار و امنیت بود. در زمان عباسی‌ها همین حکومت عباسی رو کی سقوط داد؟ بغداد رو درهایش رو برای مغول کی باز کرد؟ اصلا مغول رو به سرزمین‌های اسلامی کی فراخواند؟ در این مورد مطالعه کردی؟ بریم به سوال بعدی دوست عزیز. شما که مطالعاتتون رو بیشتر بکنید در مورد تاریخ. سوال بعدی. بیننده گرامی، شما لطفاً زنگ بزنید برادر عزیز. صدای منو میشنوید؟ به خاطر همین دوستان عزیز، من همیشه میگم به عزیزان که کودکانتون رو از زمانی که دست چپ و راستشون رو میشناسند، یک کمی از مکر سیاست بهشون یاد بدید. کمی از مکر سیاست یاد بدید که فریب نخورن. طرف عالم است، دعوتگر است، انسان بزرگی است، تحصیل کرده است، ماستر و دکتر است، اما فریب سیاست رو میخوره. به خاطر همین کودکانتان رو کمی از مکر سیاست بهشون یاد بدید که فریب نخورن. یک کمی از زیرکی اقتصاد بهشون یاد بدید تا مورد استثمار قرار نگیرند. اینا واقعیت هاست. متاسفانه ما فرزندانمون رو از کودکی اینطوری تربیت میکنیم که بزرگم شدن هیچی خبر ندارن، از تاریخشون اطلاع ندارن. یک کمی بهشون درایت یاد بدید که در جامعه کنار زده نشوند. اینا رو باید در تربیت در نظر گرفت. روح دین با دینداری تربیتشون بکنید تا برده نشوند. انسان دیندار هیچ وقت برده نمیشه. حاضر است که خونش رو بده اما برده کسی نشود. شجاعت و مردانگی بهشون یاد بدید تا نوکر اشغالگر و دشمن اسلام و انسانیت نشند. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد محترم، یک سوال داشتیم راجع به آیا ما میتونیم از های مصنوی که فعلا در پلتفرم های موبایل وجود داره یا در کامپیوتر و سوالات دینی خود از پرسان کنیم؟ سوال بعدی ما که آیا بعضی از نظریه وجود داره که میگه گرداننده های جهان وجود داره، کسی میگه در سیاست پس شیطان پرستا که جهان کنترل میکنه از چی اقتصاد چی اجتماع. باشه چشم، داریم اون صحبت میکنم برادر عزیز. درسته، تشکر یک جان، جزاک الله خیر. حیاکم الله. در مورد این که آیا ما میتوانیم از هوش مصنوعی سوالات دینی خودمان را بپرسیم، تا الان تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت میکنم نمیتوانیم 100% به پاسخهایی که هوش مصنوعی به ما میداد اعتماد بکنیم. مثلا به طور مثال من همینجا برای شما چت جی پی تی رو باز میکنم. دوستان عزیز اگر که بتونن این صفحه رو نشون بدن. مثلا این صفحه چت جی پی تی است، ما همینجا باز کردیم. بهش میگیم مثلا ارکان وضو را بیان کن. ببینید دوستان عزیز، میاد یک چیزی رو در به صورت کلی بیان میکنه. متوجه شدید؟ بعد از اون در اینجا میگه که
در بسیاری از مذاهب اسلامی ارکان دقیق و اصطلاحات ممکن است با واژگان متعارف و جزئیات متعددی ذکر شود و در فقه شیعه 12 و برخی مذاهب دیگر ترتیب برنامه‌ای ممکن است کمی فرق بکند. بعد در اینجا شما پرسان میکنه که کدوم مذهب، مثلا میگیم مذهب حنفی، اومد اینجا بر اساس مذهب حنفی توضیح داد. دوستان میبینید؟ پس یک نکته مهمی رو که در هوش مصنوعی باید در نظر بگیرید این است که سوالاتتون رو خیلی دقیق بپرسید. مثلا فلان اتفاق افتاده است، لطفاً بر اساس مذهب حنفی یا فقه حنفی پاسخ بده. و بعد از اون که به شما پاسخ میده ازش بخواید که مصدر رو ذکر کنه. الان اینجا بر اساس مذهب حنفی برای ما پاسخ داد. ما ازش چی میخوایم؟ مصادر مذهب حنفی را بیان کن. ببینید مصادر رو اینجا برای ما ذکر کرد. بعد سوال رو دقیق تر میپرسیم. مثلا میگیم ارکان وضو را بر اساس مذهب حنفی با ذکر مصدر بیان کن. ببینید دوستان عزیز اینجا مصدر رو ذکر کرد. مثلا ازش خواستیم که با شماره جلد و صفحه بیان بکنه. ببینید دوستان عزیز، البحر الرائق جلد 1 صفحه 47 تا 52، رد المختار جلد 1 صفحه 53 تا 56. یعنی استفاده از هوش مصنوعی باید با خیلی دقت و با بیان مصدر و بعد از اون سوالات مهم عبادی فقهی که دارید، مصادر رو که ذکر میکنه برید و از اون مصادر تاکید بکنید. این نیست که اعتماد 100% به هوش مصنوعی داشته باشید، خاصتا در موضوعات اعتقادی، در موضوعات فقهی، موضوعات عبادی، موضوعات مهم حیات شما، زندگی شما هست. 100% اعتماد کردن به هوش مصنوعی صحیح نیست. در ترجمه، در مسائل سوالات فقهی و در خیلی از مسائل دیگر شما نمیتوانید 100% به هوش مصنوعی اعتماد داشته باشید، به خاطر اینکه امکان خطا اشتباه. در اینجا سخنی رو با محققین و با دعات و با علما دارم، اینکه هوش مصنوعی فعلا شیعه است. اینو با عرض تاسف باید بگم. هوش مصنوعی، چت جی بی تی، جیمینی و خیلی از برنامه هایی که وجود داره فعلا شیعه هست. با تاسف میخوام اینو به شما بگم. چرا؟ چون که شیعیان در این زمینه کار کردن، کتاب های خودشون رو، همون داتا پست خودشون رو، اینا رو اضافه کردن در ویکیپیدیا. ببینید شما وقتی که از چت جی بی تی یک چیز رو میخواهید، این نیست که یک موجود غریب و عجیبی وجود داشته باشه که برای شما از فکر خودش، از مغز خودش جواب میده. نه، همون داشته هایی رو که وارد کردن در سایت های مختلف، خاصتا یکی از مصادر مهم چت جی بی تی چی از ویکیپیدیا است. امروز علما و دعوتگران و مجامع فقهی اهل سنت، خاصتا فارسی زبانان، پشتو زبانان،
در افغانستان، در تاجیکستان، باید این کتاب ها، مصادر فقهی، مصادر اعتقادی رو در ویکیپیدیا، در سایت ها به شکل نصوص، به شکل متن، نه به شکل پی دی اف، به شکل متون باید اضافه بکنید، چون فردا یک جوان سنی در یک گوشه از دنیا وقتی یک سوالی رو به زبان فارسی از چت جی پی تی میپرسه، اون میاد از مصادر شیعه پاسخ میده. چرا؟ چیزی که در پیشش هست، چیزی که در بهش داده شده. و همونطوری گفتم چت جی پی تی پسرخاله شیعه یا پسرخاله سنی نیست. چیزی که در از مصادری که بهش داده شده رو بازگو میکنه. به خاطر همین جوانان ما، دعوتگران ما، علمای ما، خاصتا جوانی که حتی اگر عالم هم نیست، با مشوره یکی از علما، و این بزرگترین صدقه جاریه است. یعنی تو جوانی که مثلا با کامپیوتر، با هوش مصنوعی، با این مسائل آشنایی داری، زیر نظر یکی از علما، یکی از دعوتگران، شروع کن این کتاب ها رو. مثلا الان در سایت عقیده مثلا حدود 1000 خورده کتاب دارید. در سایت اسلام هاوس بیش از 2000 کتاب فارسی وجود داره. برید ورد این کتاب ها رو بگیرید، اینا رو به شکل مقالات، به شکل فصول، به شکل بیانات در ویکیپیدیا، در سایت های مختلف اضافه بکنید. چون وقتی که من میرم از چت جی پی تی سوالی رو میپرسم، اگه بگم بر اساس فقه اهل سنت یا بر اساس اعتقاد اهل سنت پاسخ بده، مصدری داشته باشه که از اونجا بیاد پاسخ دقیق ما رو بده. و طبیعتاً به هیچ عنوان 100% به اطلاعاتی که توسط هوش مصنوعی به شما داده میشه نباید اعتماد کرد. این که دوست عزیزمان میگن که جهان رو عده‌ای اداره میکنن، شیطان پرستا هستن یا گروه های مختلف هستن. ببینید دوست عزیز، از نگاه اقتصاد امروز مثلا اقتصاد کل آمریکا با اون بزرگی و عظمتش دست 3-4 خانواده است و این خانواده های یهودی هستند. آلمان مثلا، کشور آلمان، اختیار خیلی از منابع اقتصادی و حتی تحکم در سیاست آلمان به دست یهودی است. جالب است شما بدانید که وقتی که شما میرید مثلا پاسپورت میخواید بگیرید در آلمان، یک از شروطی که دارن این است که شما باید دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید. اگر این شرط رو قبول نکنید شما نمیتونید که سیتیزن آلمان بشید. یک از شروطشون است. یا در آلمان مثلا دروغ بزرگ یهود، کوره های آدم سوزی، که دروغ های بزرگی است که درست کردن مثل شیعیان به خاطر مظلوم نمایی خودشون. شما اگر بخواید اون رو انکار بکنید، شما امکان داره زندان برید، امکان داره وظیفتون برکنار بشید، امکان داره که حتی پاسپورت شما رو ازتون بگیرن. پس دوستان عزیز، در خیلی از کشورها از نگاه اقتصادی و سیاسی میتونن احزاب، گروه ها، خانواده ها یا مذاهب معینی حکومت بکنن. اما اینکه ما بگیم که یک توهمی ایجاد شده در بین که هر چه در دنیا اتفاق میفته زیر دست یک گروهی است و ماسونیا هستن و یهودیا هستن و فلان هستن، این یک توهم است. این یک توهم است و ما تشاءون الا ان یشاء الله. اونا هر چه بخوان برنامه ریزی بکنن از نگاه اقتصادی، از نگاه سیاسی، گاهی اوقات میشه که گروه اندکی از مؤمنین بیان همه برنامه‌شون رو به هم بریزن. حالا مثلا آمریکا با چه برنامه بزرگی آمده بود در افغانستان. جهاد عده‌ای انسان‌های مخلص و پابرهنه که هیچ امکاناتی هم در دست نداشتن، سبب شد که دومشو بذاره رو کولش و فرار بکنه از افغانستان. یا در عراق، یا همین برنامه اخیری که مثلا در منطقه داشتن. الان شما ببینید مثلا این جنگی رو که در این چند ماه براه انداختن، هدف این جنگ مستحکم کردن و قوی کردن حکومت رافضی آخوندی در ایران است تا همیشه در اینجا یک لولو خورخوره‌ای برای امت اسلامی وجود داشته باشه و غیر از این دیگه هیچ هدفی هم ندارن. و هر انسانی که فکر بکنه که حکومت آخوندی و رافضی ایران رو آمریکا و اسرائیل نابود میکنه، این انسان احمق هست. احمق. چون هیچ کسی نمیاد تیشه به ریشه خودش بزنه.
آمریکا و اسرائیل هیچ وقت تیشه بریشه. بله دوست از اون چند لحظه قبل که تماس گرفته بودن سرانشون رو کشتن، این رو کشتن. بله شما گاهی اوقات مثلا دیدید در همین افغانستان خودمون برادر با برادر سر زمین مگه با هم دیگر رو نکشتن؟ اما در نهایت برادرن، از یک پدر و مادرن، از یک گوشت و خونن، جنگ میکنن، هم دیگر رو میزنن، شاید هم دیگر رو بکشن، اما در آخر از یک خانواده‌ان. این مثال رو بخاطر میدم که دقیقاً اینا همین است حکایت اینها. نوکر رو فقط عوض میکنن. خامنه‌ای خوب خدمت نکرد، مجتبی رو میارن. مجتبی نتونست خدمت کرد، قالیباف رو میارن. الان بینشون شروع شده کم کم. هر کس که بیشتر خدمت بکنه به اسرائیل و آمریکا اون رو سر قدرت میارن. وانگهی از این برادر عزیزمون، دوستان عزیز، من مشکل واتساپ رو نشون بدم. وقتی که نمیتونن در مقابل ما یعنی سخن حق رو وقتی که نمیتونن بشنون میان چیکار میکنن؟ شکایت میکنن و صفحه به اصطلاح حساب اکانت واتساپمون رو میبندن، دوباره بازش میکنیم. مشکل نیست، فقط کافی شماره رو عوض بکنیم. به خاطر همین شما عزیزان که میخواستید تماس بگیرید شماره واتساپمون رو بستن در اثنای برنامه و فعلا تماس از طریق واتساپ امکان نداره. دوستان عزیز اگر عزیزان ما بتونن این رو یک چک بکنن. اگر امکان داشته باشه که دوباره این مشکل حل بشه. بر صورت بله دوستان عزیز و گرامی، اما با وجود هر جنگ و دعوایی که بینشون وجود داشته باشه، در یک هدف اینها با هم متفقن: نابودی اسلام. در نابودی اسلام هدف مشترک آمریکا، اسرائیل و رژیم آخوندی است. و صحبت دیگه که شما همیشه بر علیه ایران و ایران، نه، ما ایران، ملت ایران ما کاری نداریم. ملت ایران خودشون در بند حصارت این آخونده هستن. مشکل ما ایران و ملت ایران نیست، مشکل این گروهی که حاکم هستن در اینجا. یعنی من تعجب میکنم دوست عزیز، نمیدونم این کلیپ اگر دوستان آماده داشته باشن پخشش بکنن، اعترافات خودشون که میگن در عراق باشون همکاری کردیم، در نمیدونم افغانستان همکاری کردیم، نقشه ها رو ما بهشون دادیم. شما فکر کنید مثلا در اشغال عراق و افغانستان این حکومت میاد با آمریکا همکاری میکنه؟ با آمریکا و اسرائیل همکاری کردن، اما سر تقسیم منافع در جای با هم دیگه دعواشون شد. خوب زدن هم دیگه رو، مثل دو تا برادری که سر ارسی، سر تجارتی، سر نمیدونم یک مشکلی بینشون پیش شد، بزنن دهن و بینی هم دیگه رو خورد بکنن. من دقیقاً این مشکل بین اینا پیش آمد. اما این رو یقین داشته باشید عزیزان که در آخر اینها با هم یکی هستن و دشمن اهل سنت. برمیگردیم ببینیم اگر مشکل تماس واتساپ حل شد. بله دوستان اشاره میکنن که مشکلی در شماره هست و انشالله که حل بشه. تشکر میکنم از عزیزانی که اظهار لطف کردن. دوست عزیزی نوشتن که بسیار گپ‌های حقیقت رو میگی اما بعضی وقتها مذهب حنفی رو توهین میکنی استاد. من تعجب میکنم. دوستان عزیز، ما هیچ وقت مذهب حنفی رو توهین نکردیم. هیچ مذهبی رو مذهب حنفی یکی از مذاهب برحق اهل سنت است.
و امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه یکی از بزرگان اهل سنت و یکی از مؤسسین مکتب فقهی بزرگ در اسلام هست. الله سبحانه و تعالی ایشان را رحمت بکند و شاگردان ایشان خدمات زیادی در راستای فقه اسلامی کردند. امام ابو یوسف، امام محمد شیبانی رحمهم الله و غیره، و یکی از سلف صالح امت هستند. مثلا بعضی میگن شما سلفی هستید. کسی اگر امام ابو حنیفه رو جز سلف صالح امت ندانه، خدا کنه که سلفی باشه، هر کسی که میخواد باشه، کسی که امام ابو حنیفه رو جز سلف صالح امت ندانه سلفی نیست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، همه اینا الله سبحانه و تعالی رحمتشون بکنه، اینا از بزرگان و سلف صالح ما هستن. ببینید برادر عزیز، فقط یک مشکلی که ما داریم با تعصب. اگر کسی بر محمد ابن عبدالوهاب تعصب بکنه، اگر کسی بر ابو حنیفه رحمت الله علیه تعصب بکنه، کسی بر شافعی و مالکی و احمد ابن حنبل رحمهم الله تعصب بکنه، کسی اگر بر هر شخصیتی تعصب بکنه، این تعصب رو ما مخالفش هستیم. مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه هرگاه حدیث صحیح به پایه اثبات رسید، به پایه اثبات و صحت رسید، این مذهب من است. اما عده امروز میان میگه نه، هر چی که هست در همین کتاب ها به نام فقه حنفی غیر از این باطل است و ما غیر از این چیز دیگر رو قبول نداریم. امروز اگر امام ابو حنیفه از قبر زنده بشه بیاید، اولین کسی رو که میزنه زیر گوشش میگه بد کردی، این همین کسی است که امروز تعصب میکنه به مذهب حنفی. ما باید حتی به رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن در حق من غلو و تعصب نکنید، مانند مسیحیان که در حق عیسی علیه السلام تعصب کردن، به مرتبه خدایی رسندن. امروز دوست عزیز، من به شما مثلا یک حدیث میگویم، شما در از من میپرسید که این حدیث صحیح است؟ میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. نه این حدیث صحیح است. در کدام کتاب ذکر شده؟ بخاری گفته، مسلم گفته؟ غیر از بخاری و مسلم اگر از ترمذی و ابو داود نسایی ذکر کنم، میگن علما در مورد این حدیث چی گفتن؟ این حدیث صحیح است؟ بگو سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نه این حدیث های صحیح هست؟ چرا ما در مورد حدیث تحقیق میکنیم؟ حدیث رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحابی کالنجوم بأی منهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند، به هر یک از آنها اقتدا کنید راهیاب میشوید. این حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام حدیث رسول صلی الله علیه و سلم در کتب اهل سنت هست. اما علمای ما چی کردن؟ بعد از تحقیق و بررسی میگن این حدیث مکذوب است، دروغ است. امکان نداره که ما به هر صحابی که اقتدا بکنیم راهیاب شویم. معنای این حدیث دروغ است، مفهوم این حدیث دروغ است و حکم این حدیث دروغ است، سند این حدیث دروغ است. چرا دروغ است؟ چون با قرآن سنت مخالف است. ما سخنی که منسوب به رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بعد از تحقیق و بررسی میگیم که آقا این حدیث ضعیف است، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ضعیف است. یعنی چی؟ یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم این حدیث رو نگفتن، به دروغ به ایشان نسبت داده شده. شما ببینید آیا در طول تاریخ، در طول مثلا 1300 سال از زمان تشکیل مدرسه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تا الان هیچ دروغی به امام ابو حنیفه نسبت داده نشده؟ هیچ اشتباهی در کلام فقهای احناف وجود نداره؟ هیچ فتوای غلطی داده نشده؟ همه تمیز درست است. غلط است این اعتقاد. این تعصب است اگر این اعتقاد رو داشته باشید. ما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میاریم، تک تک بررسی میکنیم، سندش رو، متنش رو بررسی میکنیم و اگر که اشکالی داشت رد میکنیم. اما در مسئله امام ابو حنیفه که رسیدیم، هر چی که امروز در این کتاب ها گفته الا بالله که درست است، هیچ مشکلی در اون نیست. این تعصب است. ما مخالف این هستیم. نباید تعصب داشته باشیم. اگر امام ابو حنیفه، اگر امام احمد، اگر امام شافعی، امام مالک، اگر امام محمد شیبانی، امام ابو یوسف، هر کدام اینها
فتوای اشتباهی دادن، حرف اشتباهی زدن، در میزان قرآن و سنت رد میکنیم. فقط دوست عزیز میگن که من شما را نشناختم، یک روز حرفای خوب میزنید، یک روز حرفای بد میزنید. نه دوست عزیز، من به قول استاد قایزاده چند روز پیش میگفت که از 20 سال که تو رو میشناسم، 25 سال به این طرف، همین یک حرف داری، یعنی حرف تغییر نکرده. زمانها تغییر کرده، انسانها تغییر کرده، حکومتها تغییر کرده، حرف تو تغییر نکرده. ببینید دوست عزیز، ما زمان پرست نیستیم، ما شخصیت پرست نیستیم. الله سبحانه و تعالی ما را حق پرست قرار داده. هر جایی که حق است ما با حق هستیم. شما فکر میکنید اون روزی که مثلا باب دل شما صحبت کردیم شما میگید که حرف خوب زدی، اون روز که باب دلتون صحبت نکردیم میگید حرف بد زدی. ما باب دل مردم صحبت نمی کنیم. یکی از دوستان پیام داده بود میگه آقا برو این کامنت ها رو بخوان زیر این کلیپ ها، ببین مردم چقدر فحش دادن، برو ببین فلان استاد رو ببین مثلا زیر کلیپ ها چقدر مردم تعریفش کردن. ببینید یک حدیث صحیح است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند کسی که رضایت مردم رو به غضب الله بخره، یعنی چی؟ حرف حق رو نگه. چون امروز مردم دوست دارن که مثلا از ایران تعریف بشه ما به تعریف بکنیم. شما فکر میکنید که مثلا واقعیت ها رو که ما میگیم راحت هیچ مشکلی نداریم؟ تهدید به قتل میشیم، تهدید به ترور میشیم، عزیزانمون رو تهدید میکنن. هر صبح که از خونه خارج میشیم چنان با زن و فرزندمون ودا میکنیم که شاید شب بر نگردیم زنده. همه اینا رو ما به گردن میگیریم اما حرف حق رو میزنیم. و این عهدی است که از اولین برنامه‌ای که من در برنامه تلویزیونی که داشتم تا امروز که زیر هر فشاری بودیم، هر تهدیدی بودیم، حرف حق رو بزنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که به خاطر رضایت مردم غضب الله رو میخره، در آخر هم مردم ازش ناراحت میشن هم الله بر او غضب میگیره. و کسی که رضایت الله رو در مقابل غضب مردم میخره، در آخر هم الله از او راضی است و هم مردم از او راضی میشن. پس این نیست که ما یک روز حرفی میزنیم که درست است و یک روز حرفی میزنیم که باطل است. نه خیر، شما یک روز حرف ما باب دلتان است، ازش خوشتون میاد، فکر میکنید حرف خوب داریم میزنیم، و اون روزی که حرف ما باب دل شما نیست فکر میکنید ما داریم حرف بد میزنیم و بدتون میاد. دوستی نوشته که امارات رو چی میخواید بگید که اسرائیل رو به رسمیت میشناسه؟ هر کسی که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه به اسلام و مسلمان ها خیانت کرده. هر شخصی، هر کشوری، هر رئیس جمهوری، هر کسی که اسرائیل رو به عنوان یک کشور مستقل و سرزمین اشغالی رو به عنوان سرزمین اسرائیل به رسمیت بشناسه، این انسان منافق است، این انسان خائن است، این انسان دشمن اسلام و مسلمان هست. هر کسی که میخواد باشه. دوست عزیز در مورد ایران، قوات ایران گفته. ببینید دوست عزیز، من در برنامه اخیری که داشتم صحبت کردم. شما برید یک سرچی بکنید. در طول همین چند ماه تعداد موشک هایی که ایران به کشورهای همسایه زده به بهانه اینکه در آنجا نیروهای آمریکایی است، بیش از 6000 موشک است. کویت و عربستان و بحرین و امارات اینا. و تعداد موشک هایی که به اسرائیل زده از 650 یا 700 موشک تجاوز نمیکنه. بعد یک دوستان چی میگه؟ میگه در این کشورها چون پایگاه های آمریکایی بودن این کشورها رو زده، در حالی که همه شاهد هستید که
خانه‌های مسکونی رو هم زدن، هتل ها رو هم زدن، وزارتخانه ها رو زدن، فرودگاه ها رو زدن، کارخونه ها رو زدن، حتی کارخانه تصفیه آب کویت رو زدن، عربستان رو زدن. کمی فکر در کار است. الان اینا که این موشک‌ها رو مثلا زدن به اون کشورها، ناوگانای آمریکایی در خلیج بودن. ناوگانای آمریکایی مثلا در فاصله میشه گفت که شاید مثلا 20 کیلومتری ایران بودن، ناوگانهای آمریکایی. اما کشورهایی رو که اینا موشک زدن مثلا شاید 200 300 400 کیلومتر دورتر بودن، تا 500 600 کیلومتر. اونجاها رو زدن به بهانه‌ای که نیروهای آمریکایی است، بودن یا نبودن. اما چرا این ناوهای آمریکایی رو در خلیج نزدن؟ بله دوست عزیزمون میگه که بله آمریکایی‌ها میگن که ما اینقدر ضرر کردیم، اینقدر پول خرج کردیم. بله گاهی اوقات به خاطر اهداف بزرگتر، به خاطر درآمدهای بیشتر امکان دارن که چند میلیارد هم ضرر بکنن تا چند صد میلیارد دیگه سود بکنن. و این یک واقعیت است. دوست عزیز نوشتن که یکی این که طالبان را ایران حمایت کرد، شما چرا فریب سیاست را میخورید؟ من خودم در این برنامه که از برنامه گفتم که در زمان اشغال افغانستان یک گروهی رو در وسط طالبان ایرانی‌ها ایجاد کردن. در همین مشهد پایگاه داشتن، یک گروهی در بین طالبان داشتن که ایران مستقیما به اونا کمک میکرد. و این از سیاستشون است. چون میدونستن که فردا امکان داره آمریکا از اینجا رانده بشه و طالبان دوباره حکومت تشکیل بدن و در بین طالبان باید یک گروهی طرفدار ایران داشته باشن. این یک واقعیت است. همه طالبان رو کمک میکردن؟ نه. این اعتقاد رو داشته باشید یک حماقت است. اما یک گروه مخصوصی رو در بین طالبان حمایت میکردن، شخصیت‌هایی رو حمایت میکردن، قماندانایی رو حمایت میکردن، پول میدادن، کمک میدادن. چون اونا هم به در میزنن، هم به دروازه، هم به پنجره، به قول معروف. مثلا داودزی، مشاور کرزی، رئیس دفتر کرزی، در فرودگاه چند صد میلیون بهش داده بودن که قضیه بعد رسانه‌ای شد و بعد کرزی اومد و گفت که این رو جمهوری اسلامی کمک میکنن. خلاصه بله به کرزی میلیون ها دلار میدادن، به سیاف میدادن. سیافی که دشمن شیعه بود. همین سیاف رو چند وقت پیش دعوت کردن به ایران، رفت به ایران. به همین سیاف ایران پول میداد. به احمد شاه مسعود پول میداد. قاسم سلیمانی میلیون ها دلار به احمد شاه مسعود کمک کرده. به خاطر چی کمک میکردن به احزاب و گروه های جهادی؟ من این داستان رو از شخصی با یک واسطه با احمد شاه مسعود، الله متعال رحمتش بکنه و از سر تقصیراتش بگذره، شخصی که از نزدیکان خاص احمد شاه مسعود بود، میگه در وقتی که جنگ شدید بین حزب اسلامی و بین جمعیت اسلامی در کابل بود، میگه در منطقه جبل سراج، میگه با عامر صاحب بودیم در یک جایی، میگه یک بیگی شد و خلاصه کسی آمد در گوشش چیزی گفت، بعد میگه به من گفت که تو برو در این اتاق بغل، پرده‌ای بود، میگه اتاق در اینجا منتظر باش، یک مهمان خاص میاد. مهمان خاص کی بود؟ سفیر ایران در کابل، در اوج جنگ‌های داخلی. میگه اومد و نشست و خلاص یک سری حرفا بینشون رد و بدل شد و اینا. بعد از اون که طرف رفت، میگه منو صدا کرد، یک بریفکیسی رو باز کرد پر از دلار. میگه به من گفت که میدونی این چیه؟ گفتم نه. گفت این سفیر ایران بود، این پولا رو آورد به من داد و میگه که جنگ نباید با حزب اسلامی متوقف شود. میگه احمد شاه مسعود به من گفت که متاسفانه این وضعیت ماست. یک متیار رو یک کسی دیگری پول میده که جنگ نباید متوقف شود، منو کسی دیگری پول میده که جنگ باید متوقف نشود. به خاطر همین یعنی نمیدونم تا چند اندازه صداقت داشت یا نه، اما مسعود همیشه ادعا میکرد که ما میخوایم در کنار بیاییم جنگ رو
به اصطلاح صلح بکنیم در افغانستان و حکمتیار هم همین حرفا رو میزد. اما ببینید که در اون زمان هم ایران یک گروهی رو بر علیه یک گروه دیگر در افغانستان کمک میکرد و ایجاد احزاب شیعه در افغانستان. بعد از اون در یک مقطعی آمدن همه اینا رو 12 حزب داشتیم ما در افغانستان، 12 حزب شیعه، حزب الله افغانستان، جندالله افغانستان، سارالله افغانستان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افغانستان، حرکت انقلاب اسلامی افغانستان، فلان افغانستان، 12 تا حزب. بعد از مدتی بعد اینا رو آورد ایران یک جا کرد به نام حزب وحدت درست کرد. بعد این حزب وحدت پسان دو جناح شد، جناح اکبری و جناح اون یکی. به هر صورت در هر زمان ایران در افغانستان یک نقش موذیانه تخریبکارانه در افغانستان داشته. در زمان طالبان در 20 سال جهادم از یک طرف حکومت کرزی یا اشرف غنی رو کمک میکردن و از یک طرف دیگر گروهی رو در بین طالبان ایجاد کرده بودن و به اونها کمک میکردن و سخاوتمندانه کمک میکردن و امروز همان گروه در بین امارت اسلامی متاسفانه به نفع سیاست های ایران داره کار میکنه و این یک واقعیت است و هر کشور این کار رو میکنه. هر کشور این کار رو میکنه. پاکستان هم میکنه. سیاست پلید و کثیف امروز در دنیا همین است. هم به میخ بزن هم به تخته بزن. دوستی نوشتن اینجا که و سوال دومشون این است که شما فقهتون کدام فقه است؟ فقه ما فقه قرآن و سنت است. علی فقه قرآن و سنت گفته میگه این وهابی است، سلفی است. مگر فقه امام ابو حنیفه قرآن و سنت نیست؟ من در خیلی از مسائل آرای فقهی نظر مذهب حنفی رو بر دیگر مذاهب و بر دیگر آرا، حتی بر آرای علمای بزرگ سلفی معاصر ترجیح میدم. اما شاید در بعضی از موارد حرف یک عالمی که شافعی است، حنبلی است، مالکی است، سلفی است، هر کسی است، دلیلش دلیل قرآن و سنت و قوی است، بر قول علمای مذهب حنفی ترجیح میدم و مسلمان باید این گونه باشد. ما به 3 چیز تعصب داریم. به 3 چیز تعصب داریم. به 3 چیز با دید تقدس میبینیم. کلام الله، الله سبحانه و تعالی و کلام الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت صحیحش. افراد نمی کنیم در محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل نصارا که در محبت عیسی علیه السلام افراد کردن، گفتن عیسی خدا هست. نه، افراد نمی کنیم، اما بر سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم تعصب داریم. بر قرآن پاک تعصب داریم، چون الله سبحانه و تعالی میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. از الله و رسول اطاعت بکنید. نه، ما مثل اسب گادی نیستیم برادر عزیز که چشم و گوش ما بسته فقط یک کتاب سرخ و سفید و زرد و پیش روی ما بگذارن بگن الا بالله حق همین است. نه، اینطوری نیستیم. حق برای ما فقط قرآن و سنت است. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که باشه، صحابی باشه، اهل بیت باشه، ائمه مذاهب اربعه باشه، هر کسی که باشه، امکان این داره که سخنش قبول بشه و سخنش رد بشه. یک روز ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در مجلس درسش بود. یک کسی اومد یک سوالی کرد، ایشون جواب داد، گفت قال الله تعالی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد اون طرف چی گفت؟ یا ابن عباس و قال عمر و قال ابوبکر کذا. گفت میترسم که بر شما سنگ ببارد. من میگویم قال الله و قال رسول، شما میگویید قال ابوبکر و قال عمر. چون ما نگفته که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا ابوبکر و اطیعوا عمر و اطیعوا عثمان و اطیعوا علی. نگفته این رو، گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اولو الامر در اینجا وقتی ذکر میشه اطاعت بهش نمیاد، چون اطاعت مطلق برای اولو الامر نیست. وقتی از اولو الامر
سواء اینکه عالم باشد، حاکم باشد، امیر باشد، وقتی از او اطاعت میکنیم که او مطیع قرآن و سنت باشد. وقتی مطیع قرآن و سنت نباشد از او اطاعت واجب نیست. به خاطر همین فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول میگه در ادامه آیه. به خاطر اینکه اولی الامر معصوم نیست و اولی الامر امکان داره اشتباه بکنه، وقتی که اشتباه کرد حرفش رو رد میکنیم، وقتی که رد کردیم اگر اعتراض کرد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، وقتی که اعتراض کردیم باش مناقشه کردیم، حاکم و فاصل بین ما و او فصل خطاب چی است؟ قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستی سوال کردن که آیا حکمتیار شیعه شده؟ حکمتیار شیعه نشده. حکمتیار در شروع وقتی که در ایران بود متأثر شده بود از کتاب‌های شیعه، خواستن از افکار شریعتی، از افکار احمد کسروی، از افکار عبدالکریم سروش، از اینا متأثر شده بود. بعد کتابای اینا رو همه رو مطالعه کرده، گاهی اوقات در بعضی جا در بعضی مقالات ردی هم بر سروش و بر اینا داشته، اما این خورده شیشه‌ای که از افکار اینها در کفش این داخل شده این رو اذیت میکنه. مثل این میمانه برادر عزیز که شما برید در کوره آهنگری، برای آهنگری نمیرید، برای آهن خریدن هم نمیرید، برای کار کردن هم نمیرید، برای چکر میرید. بریم این خبر بگیریم سری بذاریم به کوره آهنگری. خامخا در اونجا یک شراره ای از این کوره میپره، لباستان رو میسوزانه، هیچی نشه این بوی دود کوره آهنگری بر لباس شما میشینه. حکمتیار چون عالم نیست، یعنی بعضی حزبی ها متاسفانه تعصب دارن، مانند بعضی از حنفی ها که به مذهب حنفی تعصب دارن، بعضی از سلفی ها که به ابن باز و ابن عثیمین رحمه الله تعصب دارن. تعصب یک چیز زشتی است از هر کسی که باشه. بعضی از حزبی ها هم تا اینجا متعصبن، غرق هستن تا گلو در تعصب. حکمتیار فرشته هست، هیچ گناهی از او سر نمیزنه. نه خیر، حکمتیار هم اشتباه میکنه، یک انسان است. دوم اینکه حکمتیار عالم نیست. نمیدونم 300 تا کتاب نوشته، خدا کنه 300,000 کتاب نوشته شده باشه یا 400,000 کتاب نوشته باشه. حکمتیار عالم نیست، فقط گاهی اوقات به بام علما سنگ و کلوخ پرتاب میکنه، یعنی خودش رو میخواد عالم جا بزنه. برای انسانی است که مطالعه زیاد کرده، کتاب زیاد خوانده، شاید از تعداد موی سر من هم زیاد کتاب خوانده باشه و این قابل قدر است. اما یک مسئله است در عربی میگه کسی که شیخش کتاب باشه هم گمراه میشه هم مردم رو گمراه میکنه. این متاسفانه حکمتیار اینطوری است، چون حکمتیار دروس شرعی نخوانده، شاگرد یک شیخ معروف و صاحب مسلک و اصلا متعهدی نبوده، خودش مطالعه کرده این ور اون ور، شاید در درس علما هم نشسته اینجا شنیده، به خاطر همین اشتباهات زیاد داره. و من در سلسله برنامه‌ای که در مورد اشتباهاتی که در مسئله حدیث و بخاری و علم حدیث داشت صحبت کردم. از الفبای علوم حدیث بیخبر است، بعد میاد میشه در شرح بخاری میکنه. پس که در یکی از برنامه ذکر کردم بعضی از دوستان امروز هر کسی بخواد بازارش در دعوت گرم بشه یک درس تفسیر قرآن باز میکنه برای خودش. مثل یک دوست عزیزی که درس تفسیر باز کرده بود و وقتی که این آیه رو اومده بود که تفسیر بکنه، بگذارید من خود این آیه رو برای شما بیارم دوستان عزیز. دوستان عزیز این سوره رو نشون بدید. دوست عزیزی است، دعوتگر معروفی است، آدم خیلی خوبی است، زحمت میکشه، دعوت میکنه، اما چون بازار
تفسیر قرآن گرم است و شما فقط بخواید که بازارتون بیشتر گرم شه به قرآن تفسیر بکنید. مثلا این سوره را آورده بود این گونه تفسیر کرده بود: اذا زلزلت الارض زلزالها، هنگامی که زمین لرزه شدیدی رخ دهد، و اخرجت الارض اثقالها، و وقتی که زمین بارهای سنگین خود را برون افکند، و قال الانسان ما لها، و هنگامی که انسان بگوید مالم چه شد. بخندید یک کمی. این طرف ماستر قرآن و حدیث است. شهادت نامه رو ببینید که طول و عرضش دانشگاه فلان فلان. آقا بابا جان مجبوری مگر تو تفسیر قرآن بکنی؟ کی به تو این صلاحیت رو داده تفسیر قرآن بکنی؟ بابا جان نکن. میگن سعدی در جایی میرفت که یک نفر داره با آواز زشتی داره قرآن میخوانه. گفت از برای چه قرآن میخوانی؟ گفت از برای خدا میخوانم. گفت از برای خدا نخوان، گر تو قرآن بدین نمت خوانی ببری رونق مسلمانی. با صدای خوب نداری با صدای بلند نخوان، مجبور که نیستی. تفسیر بلد نیستی، زبان عربی بلد نیستی، قرآن بلد نیستی، نکن. نه چون بازار تفسیر باید گرم است، نه مردم تا تفسیر والا قرآن تفسیر کرده فلان، نکن. من واقعا تعجب میکنم و تحسین میکنم بعد مثلا شیخ عبدالقدوس دهقان، شیخ ما و استاد ما، الله سبحانه و تعالی حفظش بکنه، دقیقاً روزی که شروع کرد ترجمه تفسیری قرآن رو چیزی در حدود 15-16 سال پیش بود، حدود 10 سال دوام پیدا کرد فقط یک ترجمه تفسیری قرآن، 400-500 صفحه. و من شاهد بودم که شب و روز مطالعه میکرد، شب و روز. کسی که عمرش در دانشگاه‌های اسلامی و مدارس اسلامی گذشته. طرف از یک دانشگاه بی سر و بی پایی که به اندازه یک قران ارزش نداره، ماستری در قرآن و حدیث بهش دادن، آمده تفسیر کرده که و قال الانسان ما لها، و انسان میگوید که مالم چه شد، در حالی که ترجمه دقیق این ترجمهش این است که و انسان میگوید که زمین را چه شده است. این زمین وقتی که شروع میکنه این به اصطلاح آتش فشان میشه و زلزله میشه و اینا، انسان حیران میمانه. ما لها و قال الانسان ما، انسان میگه که زمین رو چی شده. این بیچاره فکر کرده که اینجا منظورش مال است، مال و دارایی است. و قال الانسان ما لها، انسان میگه که مالم چی شد. چنان با احساسی این رو ترجمه میکنه، تفسیر میکنه که کیف میکنه. من نمیخوام اسم ببرم، لکن متاسفانه بعضی ها اینطوری هن. نمیفهمی، مجبور نیستی که این کار رو بکنی. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، من این آیه رو برای شما بیارم، بعضی از انسان‌های اینطوری هن. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل در باره اونها میگه بعضی از انسان‌ها چطوری هن؟ لیحملوا اوزارهم، بار گناهان خودشون رو میکشن به طور کامل، کاملة یوم القیامه، بار گناهان خودشون رو کامل میکشن. این که یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه چی است؟ و من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، و بار کسانی رو که به غیر علم آنها رو گمراه کردن. خودش نادان بوده، با نادانی خودش رفته اونها رو گمراه کرده، بار گناهان اونها رو هم میکشه. الا ساء ما یزرون، چه بد است این باری که اینها به دوش میکشن. شما تصور بکنید همونطوری که اگر شما سبب هدایت یک انسان بشید، این انسان ازدواج کرد، فرزندانش، نواش، تا روز قیامت شاید 1 میلیارد انسان دیگه، هرچه اعمال صالحی که انجام بدن، یک نسخه از ثواب اونها بر دوش شماست. در روز قیامت در میزان اعمال شما قرار میگیره. بار الله من که کار خوب نکردم، اینا از کجا آمده؟ میگه اینا به سبب همون یک نفری که هدایت شد به دست تو.
به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اگر یک انسان به دست تو هدایت بشه بهتر است برای تو از گله ای از شتران سرخمو. و من همیشه میگم به اصطلاح امروز اگر یک نفر برای تو به دست تو هدایت بشه بهتر است برای تو از کارخانه مرسدس بنز. اما اگر یک نفر به دست تو گمراه شد واویلا، خودش، زنش، فرزندانش، نسلش و هر کسی که بر این گمراهی عمل بکنه، گناه اون گمراهی یک کاپیش در نامه اعمال تو است. روز قیامت بارالله من که این قدر نماز خواندم، روزه گرفتم، این هیچ گناهی انجام ندادم، این چه خبره؟ به اندازه کوه اورست بار گناه. الهی این چیه؟ میگه این گناهان اون کسانی است که به دست تو گمراه شده بودن، امروز کاپی از اون گناه ها در نامه اعمال تو است. و این پیام رو و این آیه رو به همه علما، به همه دعوتگران، به خودم و به همه دوستانی که در سوشل میدیا، در تلویزیون ها فعالیت میکنن، بترسید از روزی که نادانسته به غیر علم حرفی رو بزنید، انسانی رو گمراه بکنید و فردا روز قیامت میلیون ها انسانی که از این گمراهی شما پیروی کردن نسخه ای از گناه اونها رو در نامه اعمالتون داشته باشید. والله از پسش نمیتونید بر بیایید. دست همه اونها به یقه شما خواهد بود. اما نمیدانستیم. تو به القاب بزرگ داشتی، حضرت مولانا، شیخ الاسلام، استاد فلانی، تو این حرف رو زدی، تو قلقله میکردی قال الله و قال رسول رو. ما نمیدونستیم این چیزا رو. پس خیلی دقت باید کرد در این مسائل. همچنین دوستمون نوشته که آیا دلار از بین خواهد رفت؟ همه اینها کی اصلا تصور میکرد که اتحاد جماهیر شوروی یک روزی از هم بپاشه؟ کی تصور میکرد؟ کی تصور میکرد که ترسناک ترین سازمان جاسوسی جهان KGB یک روزی متلاشی بشه؟ کی تصور میکرد که صدام یک روز سقوط بکنه؟ کی تصور میکرد که خامنه این گونه ذلیل و خوار نابود بشه؟ کی تصور میکرد که فرعون زمان قاسم سلیمانی کباب بشه در عراق؟ کی تصور میکرد؟ کسی که میلیون ها اهل سنت رو در سوریه و عراق قتل عام کرده بود. اما برای الله سبحانه و تعالی کن فیکون. بیننده نوشته که از جوگی ها اجناس خریدن چه مشکلی داره؟ اونام انسانن. یک سری افکار و یعنی ذهنیتی بد بر علیه بعضی از طوائف و بعضی اقوام هست. اینا غلط هست. اونام انسان هایی مثل بقیه انسان ها هستن و طبیعتا انسان هایی هستن که دائما در کوچ هستن، مثل اشایر که در ایران هستن، کوچی ها در افغانستان هستن، بدوها در کشورهای عربی هستن. اینا هم یک طایفه ای از انسان ها هستن. حالا بنابر دلایلی همیشه در حالت کوچ از یک منطقه به منطقه دیگر و بعضیاشون در اوضاع بدی زندگی میکنن. خب طبیعتا در بین اونها کسانی هستن که تحصیل کردن، به مدارج علمی هم رسیدن و شما اگر یک چند نسل گذشته‌تون رو بگردید خدا میدونه در کجا زندگی میکردید. همه ما این وضعیت رو داشتیم. یعنی همه ما از روز اول از 1000 سال 2000 سال پیش در شهرهای مدرن زندگی نمیکردیم. شاید وضعیت اجداد ما بدتر از جوگیای امروز در افغانستان باشه. بالعکس اونا رو دعوت کردن به علم، به عقیده درست تشویق کردن وظیفه هر مسلمان است. و بعضی از حکایت های دروغ و بعضی تخیلات در موردشون وجود داره که
جایز نیست که مسلمان این گونه باشه. دوستی نوشتن که یک مناظره همراه علایاری رافض داشته باشید. من قبل از وصال چندین مناظره با حسن علایاری داشتم، شیطانیاری. یکی از اونها رو، یک قسمتش رو در یکی از کلیپ ها هست، در همین ندای حق میتونید بگردید، پخش کردیم. منتها بعد از اینکه کم آورد دیگه منو وصل نمیکرد به استودیو. یه روز که تماس گرفتم تلفنچیش گفت که آجا آقا میگن که شما رو دیگه وصل نکنیم، شما چی هستید؟ وهابی هستید. و دروغگو هست. علایاری فقط فرقش با قزوینی این است که قزوینی مؤدبانه دروغ میگه، علایاری بیشرمانه دروغ میگه. فقط همین فرقشان هست. اگر اون کلیپ رو ببینید، مناظری که من باش داشتم، میتونید متوجه بشید. بیننده نوشتن که درباره یک متیار که همراه رجب طیب اردوغان عکس گرفته، الان رئیس جمهور کشور ترکیه است، یک متیار در پسترین جای قرار دارد. ببینید، عزت و ذلت به دست الله سبحانه و تعالی است. من بازم از قرآن کریم برای شما این رو با هم بخوانیم. این آیه رو، این جمله آیاتی است که در ضمن اذکار صبح و شام این خوانده میشه. قل اللهم مالک الملک، بگو بارالله، ای دارنده پادشاهی، ای صاحب اختیار پادشاهی، تؤتی الملک من تشاء، به هر که خواستی پادشاهی میدهی، ملک میدهی، و تنزع الملک ممن تشاء، و از هر کسی که بخوای پادشاهی و عزت و ملک رو بگیری میگیری، و تعز من تشاء، به هر کسی خواهی عزت میدهی، و تذل من تشاء، و هر کسی رو خواستی ذلیل میکنی. بیدک الخیر، به دست تو هست خیر، انک علی کل شیء قدیر، و تو به هر چیزی قادر توانا هستی. عزت و ذلت به دست الله سبحانه و تعالی است. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه حرف جالبی میزنه، میگه ما قومی هستیم که الله متعال به وسیله اسلام به ما عزت داد. هرگاه عزت را در غیر اسلام جستجو کردیم، الله سبحانه و تعالی ما رو ذلیل میکنه. تا یک زمانی عرب ها به نام اسلام، زیر پرچم اسلام جهاد کردند. الله سبحانه و تعالی اسمشون رو در دنیا جاودان قرار داد. امپراتوری اموی در اسپانیا، عباسیا، امویا، خدماتشون، روزی که به طرف فسق و فجور و ذلت و بدبختی رفتن، خداوند خوار و ذلیلشان کرد و ترک ها رو الله متعال عزت داد. سلطان محمود غزنوی، سلجوقیا و خوارزمشاهی ها، زنگی ها، قبایل ترک که نام و نشانی از اونها نبود، الله سبحانه و تعالی چون به نام اسلام قیام کردن، به نام اسلام حکومت کردن تا عثمانیا، الله سبحانه و تعالی بهشون عزت داد، ملک داد، پادشاهی داد. کردها را الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه صلاح الدین ایوبی به نام اسلام قیام کرد و با کلمه لا اله الا الله مردم رو فراخواند، خداوند کردها رو عزت داد و پادشاهی داد و به تقریبا همه جهان اسلام حکومت میکردن، از مصر تا عراق، از شمال آفریقا گرفته تا حرمین. هر قومی که متمسک به قرآن و سنت و به اسلام شده، الله سبحانه و تعالی عزتشون داده. همین ایران بعد از اینکه مسلمان شدن، الله سبحانه و تعالی اسلام رو به وسیله اونها عزت داد. ما بزرگترین علمای تفسیر و فقه و حدیث ما از کجا هستن؟ از سرزمین فارس هستن. امام ابن ماجه از کجاست؟ از قزوین.
امام فخر رازی از کجاست؟ از تهران. امام مسلم کجاست؟ از کجاست؟ از نیشابور. امام ابو داود از کجاست؟ از بلوچستان. و وقتی که این سرزمین با توحید و یکتاپرستی مزین شد، الله سبحانه و تعالی به اینها عزت داد، شرف داد، ملک داد. اما روزی که صفوی‌ها آمدن، بعد از صفویت این سرزمین و این ملت تا امروز و تا وقتی که این غل و زنجیر رو در گردنشون داشته باشن، در خواری و ذلت خواهند بود. دوست عزیزی پرسیدن کدام اپلیکیشن را نصب بکنیم که تفسیر و ترجمه دقیق قرآن داشته باشن. من همین اپلیکیشنی رو که من استفاده می کنم، دوستان عزیز لینکش رو براتون میگذارم. این فعلا دقیق ترین ترجمه است و تفسیر عربی داره، تفسیر فارسی نداره. این رو خدمت شما عزیزان لینکش رو گذاشتم. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، این است که خیلی شما میتونید زیبا سرچ بکنید در اینجا. مثلا کلمه مرجان رو مثلا همون لحظه براتون میاره. القیامه مثلا در هر سوره‌ای که کلمه قیامت باشه براتون میاره و روی همون آیه که کلیک بکنید ترجمه رو براتون میاره. این آیه و هر جا هم که بخواید اون آیه رو براتون بخونه با صدای هر قاری که دوست داشته باشید، مثلا ابوبکر شاطری، مثلا صدای منشاوی رو من خیلی دوست دارم، براتون میخوانم. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. بله دوستان، هم براتون میخونه آیات را و هم ترجمه است و هم سرچش خیلی سریع است. مثلا به مجردی که انتر بزنید براتون میاره. تشکر میکنم دوستان عزیز. دوست عزیزی نوشتن که آیه 62 سوره نمل رو چه پیام داره برای ما؟ پیام برای مشرکین داره این آیه. دوستان عزیز بیارن این رو. حتی یک نمونه دیگر، مثلا دوستمون سوره نمل گفتن، مثلا اینجا رو کلیک میکنید سوره میاد، سوره نمل رو انتخاب میکنیم، از آیات اینجا آیه 62 رو انتخاب میکنیم. بله اینجا میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اإله مع الله قلیلا ما تذکرون. میگه کیست آن ذاتی که وقتی انسان درمانده، مضطر یعنی درمانده، ندا بکند، دعا بکند، از او بخواهد، او بدبختی و بیچارگی و ناله و داد او را میشنود
و به فریادش میرسد و او را از اون آلتی که در آن است نجات میدهد. آن ذاتی که شما را خلفای زمین قرار داد. آیا با این ذات الهی، با این پروردگار، خدای دیگری هم وجود دارد؟ چه اندک پند میگیرید شما. این آیاتی که در اینجاست کلن این یک نوع محاوره است با مشرکینی که غیر از الله سبحانه و تعالی رو میپرستن. الله سبحانه و تعالی مثلا آیه قبل از اون چی میگه؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. میگه الله برای شما چی رو، آسمان ها و زمین رو خلق کرده؟ یا کیست که این آسمان ها و زمین رو خلق کرده و از آسمان برای شما باران میباراند و این باغ ها و باغچه های تر و تازه را برای شما شکوفا کرده؟ آیا شما میتونید یک درختی رو، یک بوته رو بیافرینید؟ آیا کسی دیگه این قدرت رو داره؟ آیا با این الله، با این پروردگار خالق دیگری هست؟ شیعه میگن بله هست، 12 تا خالق دیگه است. می خدا 12 تا خدا مثل خودش آفرید که همه اختیارات خدا رو دارند. یعنی باور کنید این عقیده رو دارن و علنا این رو بیان میکنن. اصلا به این کلیپ نگاه بکنید دوستان عزیز. خدایی. لذا اینها حاضر و ناظر بر ما هستند. هر کاری میخوام بکنم اینو یه کاری کنم باورم بشه. این رو این جزء اعتقادات ماست، برگرفته از قرآن هم هست. به شکل کلی دارم عرض میکنم. تو تمام کارهای ما اهل بیت ناظر ما هستن. تمام کارهای ما یعنی هر امام خدایی است. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او هست. خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده که مثل او هست. فقط یه فرق با خدا دارن، اونا خدا نیست، مخلوق خدان، چون خدا خلقشون کرده. و الا حسین ابن علی یعنی علم، یعنی حسین و علم. حسین ابن علی یعنی تمام علم و قدرت و احاطه و سلطنت و ولایت الهی که در نظام خلقت جاری. من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطای اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خود. 14 معصوم که پیغمبر اکرم اول آنهاست و حضرت مهدی آخر آنهاست، بین ائمه اطهار و 14 معصوم هیچ فاصله بین اونها و خدا نیست. نمیخوایم بگیم خدان، کسی حق نداره بگه اینا خدان، ولی مشیت الله هن. یعنی وقتی یکی به امام حسین میگه حسین جان مریض ما رو شفا بده، نه که امام حسین به خدا بگو که شفا بده. خود امام حسین امر اللهه، چون روحن من امرنا نزد این بزرگوار هاست. لذا هر چرا که 14 معصوم اراده کنن همون اراده خداست، چون اینا به تمامیت حقیقت عبودیت رسید. ما که معتقدیم امیرالمومنین عین الله.
درسته؟ ائمه همشون عین الله، همشون اذن الله، همشون وجه الله، همشون سار الله، همشون عبدالله. اگر امامان دست الله هستند پس چرا کشته شدند؟ آیا نعوذ بالله دست الله به وسیله بندگان از بین می رود؟ هر صورت دوستان عزیز این اعترافات خودشون هستین. خود آخوندا این حرفا رو علنا میگن و چیز پنهانی هم نیست و این اعتقادشون هست. الله المستعان. بیننده نوشتن چرا آخوندهای مانند آیت الله قزوینی هدایت نمیشن؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم خطاب به پیامبر میگه انک لا تهدی من احببت. ای محمد صلی الله علیه وسلم، کسی رو که تو دوست داری نمیتونه هدایت بکنی. ولکن الله یهدی من یشاء. الله سبحانه و تعالی کسی رو که بخواد اون رو هدایت میکنه. یک عزیزی قبل از برنامه پیام داده بود که استاد سر سعادتمندی در چیست؟ من اینو یادداشت کردم خدمت این عزیز بیان بکنم. سر سعادتمندی در این است که انسان با آنچه که دارد در مقابل آنچه که ندارد قانع و راضی باشد. هیچ انسان کاملی در دنیا نیست. حتی انبیای الهی رو میبینیم ما از جانب دعوت و ارشاد نه، دارن زندگی شخصیشون. یکیش فرزند نداره، یکیش زن نداره، یکی در عمر جوانی کشته میشه، یکی رو زندان میکنن، یکی به یک مصیبت دیگری گرفتار میشه. هیچ کس در این دنیا 100% راضی، کامل، بدون هیچ مشکلات، بدون گل و گلستان نیست. اما بدبخت اون کسی است که به خاطر نداشته هایش از اون داشته هایی که در زندگیش هست لذت نمیبره. طرف مثلا پول نداره، پول زیاد نداره، اما یک زن خوب داره، زن صالح داره، فرزندان صالح داره، علم داره، محبت مردم رو داره، پدر و مادر خوبی داره، خانواده و اقربا و خویشاوندان خوبی داره. به خاطر یک چیزی که نداره از آن نعمت‌هایی که داره خودش رو محروم کرده، لذت نمیبره. این انسان بدبخت است. خب دوستان عزیز، مثل این که به پایان برنامه رسیدیم. متاسفانه امشب به دلیل مشکلی که پیش آمد نتونستیم تماس‌های شما عزیزان رو داشته باشیم. امیدواریم که انشالله در هفته آینده این مشکلمون حل بشه و بتونیم صدای گرم شما عزیزان رو داشته باشیم. برادر اولی که تماس گرفته بودن فکر کنم از کشورهای اروپایی بود. من از شما عذرخواهی میکنم چون شما سوال اولتون یک کمی اخذ و عطا شد و خلاصه بحث کردیم باهاتون و بعد از اون تماستون متاسفانه مشکل پیدا کرد و قطع شد. امیدوارم که انشاءالله در هفته آینده بتونیم شما رو داشته باشیم و سوالات دیگر شما رو هم پاسخ بدیم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود. همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء الحق صوت قد شجاني